پدر و مادرهای عزیز، من این رو بارها توی کلیپ‌های مختلف، توی مراجعات حضوریتون، توی پیام‌ها، کامنت‌ها و همه با همه توضیح دادم. اوتیسم برای خودش داروی مخصوص به خودش نداره. داروهایی که برای شما تجویز میشه داروهایی هستن که برای چند اختلال دیگه هم تجویز میشه. مثلا داروهایی که برای اختلال اضطراب، وسواس و بقیه موارد میدن دو قطبی برای کودکان اوتیسم هم تجویز میشه. داروی خاصی نیست. من توصیه میکنم لطفاً خواهشاً فرزندتون رو درگیر اعتیاد دارویی نکنید. اوتیسم داروی خاصی ندارد که مخصوص به خودش باشه. فلوکسیتین، ریسپریدون، همه اون چیزهایی که به شما میدن داروهایی هستن که برای اختلالات دیگه هم تجویز میشه. این یک مورد، چون جزء سوالاتتون بود خیلی زیاد. مورد دوم این که تشخیص اوتیسم بر عهده روانشناسی هست که گواهی تشخیص اوتیسم رو داره. من گواهی تشخیص اوتیسم ندارم. درست هست که پژوهشی رو طراحی کردم که میشه داخلش اوتیسم رو بررسی کرد، اما من گواهی تشخیص اوتیسم ندارم و وارد تشخیص هم نمیشه. همکاران من این کار رو انجام میدن. نه روانپزشک و نه دکتر مغز و اعصاب و نه کاردرمان و نه پزشک عمومی و نه کارشناس گفتار درمان هیچ کدام صلاحیت تشخیص اوتیسم رو ندارن. این رو خاصه برای کسانی میگم که پرسیدن و سوالات هم زیاد هست. تستی رو داریم که خب ورژن ها تغییر میکنه. تست گیلیام. این تست بررسی کودک هست از زبان پدر و مادر و همزمان بررسی رفتار و خلقیات کودک اوتیسم شما. لطفاً خواهش میکنم ازتون، حتی اگر روستاها هستین یا شهرهای کوچیک هستید، یک سرچ ساده، یک تحقیق ساده میتونه بهتون کمک بکنه روانشناسی رو که گواهی تشخیص اوتیسم داره پیدا بکنید و برید این تشخیص رو از ایشون بگیرید. تشخیص اوتیسم فقط و فقط با تست گیلیام مورد اعتبار جهانیه، نه از نظر تست مغزی، نوار مغزی، نقشه مغزی، نمیدونم چیزایی که جدیدن اومده. اینها بررسی اوتیسم نیستن. این رو هم در نظر بگیرید.